رفقا سلام. فکر کنم یه 6-7 ماهی میشه که ویدیو نذاشتم. اگر هنوز من یادتونه بریم که این ویدیو رو کنم داشته باشیم. میخوام که بخش جدیدمون رو بهتون معرفی کنم. کلا این بخش تصویربرداری توی بیمارستان همه چی نو از اول کوبیده شده، ساخته شده، خیلی قشنگ. یعنی حس خوب، وایب خوب بوده برای کار کردن. ببینید حالا درست مثلا سخت آسان مجازی چیز خاصی نیستش، ولی برای مریض، برای مراجعه کننده هم که میبینه یه بخش تر و تمیز شیک خیلی تأثیر گذاره. اینجا هم قسمت رادیولوژیمه. دستگاه ما اگه ویدیوهای قبل رو دیده بودیم، دستگاه ما آنالوگ بود، خیلی قدیمی بود. الان جدید شده، دیجیتالش رو نصب کردم برامون. این مدتی که نبودم کلی اتفاقات اینجا افتاد. ما کلا اسباب کشی کردیم به این بخش جدید. یه بخش میگم همه چیز مرتب، تر و تمیز، شیک، جون میده برای کار کردن. واقعا من خودم به شخص خیلی لذت میبرم از اینجا کار کردن. یه سری اتفاقات دیگه توی سمت هم افتاد. به من سمت جانشین مسئول هم دادن. حالا نمیدونم چه تأثیر داره، ولی خب گفتن که اگه مسئول نباشه تو به جایشون قرار همه چیز رو اداره کنی. اومدن اعتبار بخشی. کسایی که کادر درمانن میدونن که اعتبار بخشی چقدر پروسه خوفناک و از اون بر خیلی کار داره هستش. یه دورم از سازمان انرژی اتمی اومدن برای بازدید. این اتفاق جدید افتاده بود، یعنی برای اولین بار بود که از انرژی اتمی برای بازدید میاد. هم این دوتا کار رو کلا به من محول کرده بودم و خدا رو شکر خیلی خوشحالم که اینو میگم. هر دو رو به نحو احسنت انجام دادم. بهم گفتن که در 10 سال گذشته میشه گفت اولین باری که رادیولوژی داره نمره کامل، حالا دقیق نمیدونم نمره کاملشون از 100 حساب میشه، از 50 حساب میشه، نه همون نمره 100 رو، ولی خیلی نزدیک به کامل. حالا مثلا 90-40 اینا میگیم. میگم برای من خیلی خوشحال کننده بود. یه چیزی بگم، درد و دل دوستان است. واقعیتش اینه که توی بیمارستان‌های دولتی، حالا نمیدونم به خاطر سیاسته یا هر چیزی که هستش، عملکرد تو، سواد تو اصلا مهم نیستش. یک سری پارامترهای دیگه هست که اونا مطرحن و برای آدمی که شایستگی واسش مهمه خیلی محیط اذیت کننده هستش، به خصوص برای من، چون که